ساعت 8 شبه و من همچنان میخوام که درس بخونم. 8:30 میخوام که درس بخونم ولی خوابم گرفته. این چایی رو هم زدم ولی بازم کمک نکرده. خب حالا موندم که برم قهوه بخورم ادامه درس یا نخورم یه چای دیگه بخورم و با خستگی درس کنم یا برم بخوابم و 4 صبح بیدار شم درس بخونم. من میدونم که شما این تجربه رو داشتین، لطفا از تجربتون به من بگین. 8:30 شب قهوه خوردین، درس خوندین یا بعدش رفتین دلقک بازی؟ راستی ویدیو رو دیدم که این توی گوشم معلومه بچه، من از اینا میذارم درس که میخونم چون خانواده پر سر صدایی داریم، خیلی شلوغه. خب بچه، من قبل اینکه نظر شما رو بپرسم میخوام این بلا رو سر خودم بیارم و قهوه رو بزنم. خدا یا من فقط دیوونه نشم بعد خوردن این قهوه. دومین قهوه امروزم، خاک تو سرم، ولی دیگه باید درس بخونم، پس فردا امتحانمه. بذار اینو آب جوش بریزم بیام. خب بچه‌ها، این از اشتباهات زندگیمه که من تصمیم گرفتم انجامش بدم. بیسکویت‌ها رو من صبحم بهتون نشون دادم. سعی کردم با این بیسکویت‌ها انرژی بگیرم، ولی اینا فقط اسمش بیسکویت قهوه، ولی اصلا انرژی نمیده و فقط شکره. من برم به زندگی درس خوندنم برسم فعلا.